توزیعات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخوجت در کنارتان هستم. سلام. نخست مرور خواهیم داشت به سرخط موضوع برنامه امروز 5 ایون. زندگی در خیمه‌گاه، ساکنانی از سیل ضرر دیده خراسان تا بنیاد شدن منزل‌هایشان در خیمه‌ها به سر میبرند. حکومت آمد، دولت آمد، با همه خودکار نمی خانه چرا داد، با این همه سایمان کسان همگی بود. در حالی که تجارت محصولات صنعتی در بازار پنجشنبه خوجند برقرار گشت، پرزیدنت تاجیکستان از دادن سبوکی‌ها به صاحبکاران گفت. برای اویله برپا کردن یوگنی عبدالله شد و اکنون جفتی عاشق در آرزوی فرزند هستند. دخترچه باشه خوبه خانه دماد میشوه، بچه هم باشه خوبه کلینی خانه بشوه. ماه گذشته بارانگری و سیلخیزی به تکرار در ناحیه خراسان 2 نفر را کشت و به صدها خانه ضرر رساند. تأخیر در تقدیم کمک باعث شد که ساکنان به خاطر جلب توجه شهرهای بختر دوشنبه را بستند. در پی معاون سروزیر تاجیکستان با رئیس ولایت ختلان برای ملاقات با مردم به جای حادثه رفتند. فعلا ساکنان آسیب دیده در جای امن و در خیمه‌گاه به سر میبرند. آرزوی کریم وضع آنها را از نزدیک مشاهده کرد. سلام بیننده های عزیز، ما در ناحیه خراسان قرار داریم، در مکانی که مقامات ناحیه و کشور برای آنها خیمه ها تقدیم کرده و زمین برای ساختمان. همین گونه خیمه ها برای ساکنان نیز تقدیم شده است. ما در خانه یک پیرزن، خیمه یک پیرزن با چند نبیره‌اش قرار داریم. چقدر شرایط چقدر است؟ خیلی شرایطمون این همه خیمه ها رو دادن، خیلی با این همه خوراک‌هاش تامین کردن، همه چیز تامین کردن. همون روزی حادثه چقدر داشت؟ 3 شب بیرون ماندیم، خیلی نمی دکان خیلی جفتن یک کلیه آوردن یک دوشونده سرطان. باز که هر حکومت آمد، دولت آمد، با همه خودکار نمی خانه چرا داد، با این همه سایمان کسان همگی بود. اول بالای مچی با اینجا که زمین تقسیم کردن، با اینجا خلاص که چند ساله شما؟ 76 ساله. همین زیر خیمه زندگی کردن چه خیلی باشه؟ خیلی آخی چیلگم هیچ که گیل من نیستم. این خانه مرا نه دولت بیرون کرد، نه ملیسه بیرون کرد، نه حکومت بیرون کرد. امر خدا شد و این خانه بیرون شد، خیلی نمید دادم. بالاخره تاجران و صاحبکاران تاجیکستان به طور مشخص آگاه شدند که در دوره سرایت کرونا ویروس از چه سبوکی و امتیازی بهره‌مند خواهند بود. سر و صدا در این باره از زمان اعتراف پاندمی یعنی از 30 اپریل زیاد بود. امروز پرزیدنت عملی رحمان فرمانی را امضا کرد که برای کم کردن تاثیر پنجشنبه بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور به چند ساحه و صاحبکاران سبوکی داده است. همکارم عبدالله اشورов با آموزش متن این فرمان مشغول شد و حالا با ما در قرار دارد. عبدالله سلام. و نخست بگو که این فرمان مشخصاً به کی کمک میکند و به کدام قشر امتیاز میدهد؟ سلام شهلا. موافق این فرمان بیشتر به صاحبکاران امتیاز داده شد. به آنهایی که در بازارها کار میکنند آنها میتوانند موقتا از پرداخت انداز آزاد باشند. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان از 1 اپریل تا 1 سپتامبر سال 2020 به انشاءات‌های ساحه سیاحی، مهمانخانه‌ها، آشخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و ورزشی، آسایشگاه‌ها، شرکت‌های حمل و نقل مسافرکشانی بین‌المللی و ایروناویگاسیون تعطیلی پرداخت‌های اندازی پیش بینی می‌شود. حسابکنی فایزها برای سری وقت پرداخت نگردیدن اندازها برای همین دوره منع شده است. یعنی این قبیل شرکت و صاحبکاران از پرداخت انداز آزاد نشدند، تنها در این دوره می‌توانند آن را نپردازند. از 1 می تا 1 آگوست سال 2020 شرکت‌ها و صاحبکارانی که از دولت بینا اجاره گرفتند از پرداخت اجاره پولی آزاد می‌شوند و اگر انداز اجتماعی را نپردازند آنها را جریمه نمی‌کنند.
در همین مدت یعنی از 1 می تا 1 آگوست تاجرانی که در بازارها و مرکزهای سودا با پتنت فعالیت می‌کردند مثل سرتراشخانه‌ها، کاشانه‌های حسن، اتلیه‌های مود، کارخانه‌های خرد دوزندگی از پرداخت پول پتنت آزاد شدند. عبدالله، امتیازهایی که گفتی بیشتر به تاجران، صاحبکاران و کاسبان داخل دارد. ساکنان عادی، شخصان نیازمند چی؟ آیا آنها نیز از کمک بهره‌ور می‌شوند؟ بله، شهلا قسما بهره‌ور میشوند. طور در این فرمان گفته می شود به گروه های آسیب پذیر از جمله اشتراکداران جنگ دوم جهان، معیوبان، کودکان یتیم و بی‌سرابان، عائله های کم بضاعت، عائله های بی‌سرابان مانده مهاجران مهنتی به اندازه یک مزد مهنتی حداقل کمکی یک وقته نمیگیرند. مزد حداقل یادآور میشم 400 سومانی است، یعنی این طایفه همین مقدار کمک خواهند گرفت. یک نکته دیگر این است که موافق این فرمان تا آخر سال روان ارزش نیروی برق، آب پایلیزی، علاقه و خدمت‌رسانی های کمونالی گران کرده نمیشوند، هرچند چنین نقشه تا صادر شدن این فرمان وجود داشت. برای آنهایی که در بانک امانت دارند خوشخبر این است که از فایزهای درآمد آنها من بعد نه 12% بلکه 6% اندازه‌ستانیده میشود. برای آنهایی که از بانک برعکس قرض دارند حکومت دستور داد افرادی که از 1 می تا 1 اکتبر قرض خود را سری وقت پرداخت کرده نمیتوانند بانک ها جریمه نبندند. مقامات تاجیکستان هرچند در آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور تصدیق کردند، اما با تاکید کارشناسان تاثیر پاندمی به اقتصاد کشور هنوز از ماه‌های فوریه مارت آغاز شده بود. مهمترین پیامد اقتصادی کرونا ویروس با تاکید تحلیلگران کاهش انتقال پول از روسیه و پست شدن قرب اسعار ملی سامانی است. به این خاطر کارشناسان اقتصادی در دوشنبه میگویند حکومت باید خیلی بر وقت به صاحبکاران که از بحران پیش آمده آسیب دیدند سبوکی ها میداد. خب و این سبوکی ها در حال داده می شود که بعضی از تاجران الکی برای ماه‌های می و ایون امسال مبلغ اندازشان را سپاریدند. تشکر عبدالله برای صحبت. در شمال تاجیکستان باشد بعد چند هفته تعطیل تعدادی از تاجران مال‌های صنعتی در بازار پنجشنبه خوجند به کار آغاز کردند. بازگشت آنها به سودا در دایره به تدریج سبکتر شدن کرانتین در ولایت سوخت امکان پذیر گردید. بازار پنجشنبه که مکان کاری صدها نفر محسوب می شود، مرکزی دسترس نمودن مال و محصولات برای تاجران و ساکنان دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز هست. امردین اولیموف با جزئیات بیشتر. نرمتر شدن کرانتین در خوجند ده‌ها تاجر و صاحبکار بازار پنجشنبه را بعد 1 ماه کرانتین سر کار خود برگرداند. روز پنجشنبه 4 ایون بزرگترین فروشگاه مرکزی سوخت سرادم و سودا گرم بود. یک هفته دام گفتیم و بابرام. دیگرها چی کار نمی‌کردن گفت؟ اکنون بالا خونه‌ها من اکنون دو سه روز اسیم برام دوسیا. پانی سخت بود بالا. یک هفته ایسی هم نوچه برام دوز یک هفته. اوه رحمت. اینا گفتن که کار برای نه حالی نگفتی نه همه آوی خودش برام دوز. حالی هیچ کس برای دام گرید یا آتش بردم گفتیشان نه همه خواهش خودش که آتش میکنه. خوراک فروشی، گوشت و میوه و سبزیجات فروشی در تالار اساسی پنجشنبه دائما باز بود. ماه ایون دکان‌های باز شدند که مواد غیر غذایی روزگار می‌فروشند. این قسمتی دکان‌ها در آشیانه دوم پنجشنبه جای گیرند. میرزا در این جای خرد در راهرو آشیانه دوی بازار پنجشنبه با میده فروشی مشغول است. میگوید بعد 1 ماه تنفس به کار برگشت. حکومت شهر خوجند از اول ماه ایون کرانتین علیه بیماری فراگیر کووید 19 را کمتر کرد. طرفخانه و آشخانه و کارخانه‌های خرد درهای خود را باز کردند، اما کرانتین بازار و فروشگاه‌های بزرگ متاع و لباس و همین گونه مغازه‌های فروشگاه‌ها دوام دارد و درهایشان همانا بسته است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در نویه وسه یک جفت برای فرزندخوانی به حکومت مراجعت کرده است. ساکن روستابار این ناحیه به خاطر خانه‌دار شدن نام و دین خود را عوض نموده است. حالا این عائله میگوید برای خوشبختی کاملشان تنها فرزند نمیرسد. محمود جان رحمتزاده در این باره میگوید.
عبدالله سویتلیتسکی ساکن روستاباری ناحیه ووسه 2 سال پیش با مصلحت همسایه‌ها اویله‌دار شد. میگوید تا این وقت با مادرش زندگی میکرد و بعد فوت مادر برای تنها نماندنش اویله برپا کرد. یوگنی سویتلیتسکی بعد اویله برپا کردن دین اسلام را پذیرفته نامش را به عبدالله عوض کرده است. میگوید اویله سالم دارد اما صاحب فرزند نشدن او را کمی غمگین کرده است و با این نیت با مصلحت همسر به حکومت مراجعت کردند تا کودکی را گرفته به وی رسانند. نیت هم قدره که آمد زندگی در سن سالم رفتگی در آمد خانه دوریده، یعنی که نشانه خانه بمونه، آمد خانه دار مانده شوه در خانه نسل گفتنی. همسر عبدالله سویتلیتسکی در یکی از مؤسسه های ناحیه ووسه فراش کار میکند. سنگیما مومینووا گفت رفته از تشخیص گذشتند و تشخیص دقیق کرده است که آنها نمیتوانند فرزنددار شوند. خانم مومینووا میگوید هدفشان برای به فرزندخوانی گرفتن کودک قطعی است. خلاصه دا آمدم فرزند بگیرم، نشانه می در دست می بمونه، سرم امی گولک همه بگیرم، بچه دو میگم به خیلی میبره با گولک دار میشه. عبدالله سویتلیتسکی حالا 58 سال دارد و معیوب گروه دوم است. این مرد میگوید که دختر و یا پسر بودن فرزند آیندهشان برای آنها فرقی ندارد. دخترچه باشه خوبه خانه‌دماد میشوه، بچه هم باشه خوبه کلینی خانه بشوه. در حکومت ناحیه ووسه هم تصدیق کردند که این اویله به آنها در مورد فرزندخوانی مراجعت کرده است. با گفته مسئولان مقامات محلی در صورت پیدا شدن مادرانی که از فرزندانشان دست میکشند آماده اند کودک را به این اویله دهند. عبدالله میگوید حالا با همسرش عاشق همدیگرند و دعا میکنند که صاحب فرزند شوند. در جنوب تاجیکستان میمانیم. هفته گذشته ما در برنامه از بیدادگری ملخ‌ها در زمین‌های نویه وحش گزارش داشتیم. کشاورزان برای مبارزه با لشکری حشرات زیانرسان از مقامات کمک خواسته بودند. آنها میگفتند در تنهایی از عهده محو ملخ‌ها نمیبرند. ظاهراً این گزارش به گوش مقامات رسید و کار رنگ دیگر گرفت. گزارش آرزوی کریم را کیومرثی عطام تقدیم می‌کند. سیله ملخ‌ها را با زهر خیمیکات‌ها نابود می‌کنند. مقامات بعد از گزارش رادیوی آزادی درباره حمله ملخ‌ها به کشتزار و باغ ساکنان به کمک دهقانان رفتند. روز 27 می ساکنان جماعت مشعل در ناحیه وخش می‌گفتند که سیله ملخ قسمی از زراعت و حاصل درختان را نابود کرده است. اکی شما خودتون مشاهده کردین که این میلیارد ایرما حالا ماشین مخصوص برای تازه کردن ملخ‌ها در خواجگی شاه سفر ایوب ناحیه وخش دارو میپاشد. چون که شما شاهد حال هستید با طریق زهرهای شیمیایی ما همین خوف خطر ملخ را در یک جویگی ما مسئولان همین خوف رو برطرف ساختن خوف و خطر ملخ همین خطر رو برطرف کرده ایستاده. عبدالنظر سعید در بیش از 1 هکتار زمین کدو و تربوز و پالایزی های دیگر دارد. هرچند ضرری رسیده ملخ کم نیست ولی از کشت باقی ماندهش امید دارد. من از حکومت ناحیه از جماعت خودمو داروهای کیمیایی یاردم کردن، سوزشواری ها یاردم کردن برای تکنیکاها را آورده یاردم کردن که تا اینکه همین حشرات های ضرررسان را سری وقت نست نابود کنیم. مقامات ناحیه وخش میگویند که ملخ‌ها از مرز افغانستان وارد شده به شهر و ناحیه های اطراف پرواز میکنند. آنها میگویند اگر به ضد ملخ دارو نپاشند باز به کشاورزان دیگر ضرر میرسانند. ملخی که حالا در ناحیه های ولایت ختلان بیدادگری دارند مراکشی نام داشته صدها دانه تخم میگذارند. در صورت نیست نشدن به یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته نیز ضرر خواهند رساند. و با وجود بسته بودن مرزهای قزاقستان و ازبکستان با سبب پاندمی کرونا ویروس 10 شهروند دیگری تاجیکستان در مرز ژیبک ژولی جمع شدند. شهناز حسنova گفت در دوام 2 شبانه روز اخیر در مرز تخمیناً 50 نفر از شهروندان تاجیکستان جمع آمدند.
خب اینجا برنامه اخبار امروز را به پایان میرسونیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید، آزادی ویدیو کانال ما در اختیار شماست. من شما را در هفته نو با خبرهای تازه منتظرم. خدا نگهدارت.